سلام علیکم یارو دوستان، بهر شما امروز ما یک نوار طرز عوض کردن شلنگ ترمزی پیشی بالون اوپل افکا همخی شلنگ کفیده است و ترمزو از کار برآمده است. حاضر برای شما طرز عوض کردنش نشان میدیم که برای شما یک اندک هم باشد اگر یک درس میشه. برای کشودن این بول برای ما کلیت 12 در کار است. این بول ما حاضر میکشویم. اینو میکشویم. از شما بخشش میپرسم این کلیت 12 نه 11 و کلیت 11 میکشویم اون بولت رو. دوره تند من قطعی در اینجا شپونکه هست. همین شپونکه خیلی میبرارید و بولت میکشوید. اینجا بولتش میکشوید. بازم میگم با کلیت چند با کلیت 19 این میکشوید. من و در بولت پایینش 19 بولت بالاش 10 باید خیلی تقریبا 3 کلیت این کار با انجام میآورد. هم کلیت 19 نکید نوع و 10 و اینچنین 11. بولت 10 احتیاط میکنید که همین لوحاش نگرد به مانند من کردگی. یعنی که حرکت میکنید که و باشد که پلات نخفت همین قره های همین ویران نکند تا اینکه دیگر او از کار میبراید. ویده ما باکر رسید برای خاطر ملایم کردن همون رزبه های همون بولت ها. بعد از آن که کلیت 10 و 19 قطعین ترنگ کرده شلنگ نف کرده یک شعبی برونزی دارد. حتما همین فراموش نکنید که در بوله همون بولتش گذاشته بعد در همون جای در کارش پیوست میکنیم. این سخت ترنگ میکنید که تو اینکه همون مشکن است نشکنه. اینجا اینجا هوا میبره دیگه. من ترمز کشت کرده هواش در اینجا میبره. من در بچه که شیدکاست ریخته بعد هوایش رو میبره. بازم خیلی در داخل ماشین ایستاده هم خیلی کشت میکنید که تا اینکه هوای همون درون قبرهای همون شیدکاست براید. دوره تاوجی خلاصه کار بعد از آن که هوای شیدکاست برآوردیم چندین بارها کشت کردیم پیدل ترمزه هوا برآمد سخت شد دلپور شد که دیگر در یگان جاش هوا به اینکه روغن نمیبرد ترنگ کرده بعدا در جاش میگذاریم. و همین اگر ویدیو با شما مخول شده باشد اندی که باشد فایده به شما رسیده باشد در همین ویدیو کرده ما اولا استا عمر جان رحمت میگیم و که در همین کار با ما کمک کردن اجازه دادن اندی که همت برای شما یک ویدیو کوتاه که کردیم منتداری خود ما را میرسانیم و حتما شما به کانال عبور نشده باشید عبور شوید و اگر همین گونه نوارها برای شما پسند باشد و به شما فایده آور باشد حتما شما در کامنت‌ها فکر عقیده خودتان رو نویسید و باز درباره چی میخواید ویدیو کردن با ما ان شاء الله با همین استا یک مصلحت کرده با یک نوار دیگه هم بخش شما دوستان پیشکش می‌کنم. باقی سربلند خانه آباد باشه.